دوستان سلام، وقتتون بخیر. با یک آموزش شینیون عروس در خدمتتون هستم. همونطور که میبینید کل موهای پشت سر رو به جز چتری و بخشی از بغل گوش به سمتی که میخواد چتری بره کنار میذارم و مابقی رو با کش به صورت دم اسبی میبندم. حالا بقیه موها رو شاین میزنم، یعنی کل موها رو ابتدا شاین میزنم که وزش گرفته بشه. از قسمتی که به سمت قسمتی که میخوام چتریم رو هدایت بکنم شروع میکنم به انجام پیچم. کمی کرم مو برمیدارم، لایه اول رو جدا میکنم، کرم مو میزنم، شونه کشی میکنم و لایه‌ام رو به دو قسمت تقسیم میکنم به شکلی که در تصویر میبینید. هر لایه رو جداگانه کرم مو میزنم، لایه‌ای که به سمت صورت هست رو به سمت صورت پیچ میدم و از روی لایه پشتی رد میکنم و لایه بعدی رو که میخوام اضافه بکنم باز کرم مو شونه به اضافه لایه زیری با هم اضافه میکنم، میپیچونم به سمت صورت و از روی لایه قبلی باز رد میکنم و همین کار رو تکرار میکنم. دقت بفرمایید، لایه‌ای که زیر هست الان در واقع میاد به سمت صورت. من یک لایه بهش اضافه میکنم، به صورت زاویه 45 درجه دستتون رو بگیرید و مستقیم نگیرید، یعنی باید به سمت دم اسبی بره این پیچ ما. این لایه‌ای که اضافه کردم و لایه‌ای که از زیر اومده بود رو به طرف صورت پیچ دادم و از روی لایه قبل رد کردم. باز هم تکرار میکنم، ببینید کوچولو میتونید توی صورت مو بندازید و ادامه کار رو با هم میبینید. باز لایه‌ای که اضافه میکنم به لایه زیر اضافه میکنم و کرم مو میزنم، شونه میکنم، هر دو رو با هم به سمت صورت میتابونم و از روی لایه‌ای که تو دست چپم هست رد میکنم. حواستون باشه شما مثل من لایه‌ای که تو صورت رها کردین رو داخل نبرین. خب با اون قسمتی که گفتم بغل گوش کنار گذاشتم نگاه کنید، کارم رو ادامه میدم. یک لایه دیگه بر میدارم نازک و به شیوهی که دیدین پیچم رو میزنم، با لایه زیری اضافه میکنم و به سمت صورت میپیچونم و از روی لایه دست چپم رد میکنم. به این ترتیب من فاصله های مشخصی رو بین پیچ هام ایجاد میکنم. تفاوتش با پیچ های قبلی که تو ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم در واقع همین پیچیه که به سمت صورت میزنیم. ادامه کار هم یک دو تا پیچ میزنم و به صورت شل کشش میدم، شونه کشی میکنم، مرتب میکنم و دور دنبه اسبی در واقع لایم رو ادامش رو میپیچونم. دور کشم میپیچونم، با سنجاق مهار میکنم و میرم سراغ پشت سر. پشت سر هم برای عروس ما ساده کار میکنیم. به صورت پیچ لایه ها رو کرم بزنید، شونه بکشید و روی کش شروع کنید به دیزاین کردن و بالای سر رو باهاش لایه به لایه بپوشونید. یه لایه دیگه برمیدارم، کرم میزنم، شونه میکنم، میتابونم، دوباره ادامه رو کرم میزنم و شونه میکنم، همینطور تا پایین مو رو میتابونم و بعد چیدمانم رو انجام میدم به صورتی که یک گوجه گرد ولی چند لایه داشته باشیم. برای فیکس موقت از سنجاق مویی استفاده کنید و برای فیکس نهایی از سنجاق‌های سرگرد. بغل سر رو که کمی فاصله داره و پفداری ایستاده رو با مویی مهار میکنم.
حالا میرم سراغ لایه بعد. به همون ترتیب کرم مو میزنم، شونه کشی میکنم، از هر نوع وزگیری میتونید استفاده بکنید توی این مرحله و لایم رو چیدمانش رو انجام میدم و میرم سراغ لایه بعدی و لایه آخر. به شکلی که میبینید جاهای خالی رو با پیچ هایی که روی مو میدم پر میکنم تا یک فرم گرد رو برای نصب تور و تاج داشته باشم. با من همراه باشید. در ویدیوهای آتی حتما بهتون میگم که به چه روش هایی میتونیم تور عروس رو نصب بکنیم که کاملا محکم و بدون خطر در اومدن در واقع بتونیم فیکس بکنیم. از تاج استفاده میکنم به صورت ریسه توی این کار و با 2 تا سنجاق مویی به صورت موقت مهارش کردم. تورم رو 2 لایه میکنم و به شکلی که میبینید با سنجاق بزرگ لایه از روی لایه زیر رد میکنم و تورم رو نصب میکنم پشت کار. دوستای عزیز، کار من تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. سوالاتتون رو هم کامنت کنید. خدا نگهدار.